رحمت و زوریا یک فعال جامعه شهروندی روز 23 نوامبر با نشر یک مراجعتنامه در فیسبوک از شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی رستم امامعلی خواست که امکان بیپول کردن و یا حداقل 50% ارزانتر کردن راهکارهای نقلیاتی جمعیتی برای خوانندگان مکتب‌ها را بررسی کند. از رستم امامعلی همچنین خواسته شده است که تا که برانندگان از اتوبوس بیرون کردن مسافران نابالغ بیچپته را منع کنند، چون که کودکان امکان رسیدن تا خانه را از دست داده به خطر دچار میشوند. فعال جامعه شهروندی در مراجعتنامه‌اش به رستم امامعلی می نویسد بعد بالا بردن نرخ نقلیات جمعیتی برای بسیاری از عائله‌هایی که دو فرزند یا فرزند از این هم بیشتر دارند، پرداخت کردن پول نقلیات غیر ممکن شد. چپته برای خوانندگان مکتب‌ها 300 سومانی، برای دانشجویان 520 سومانی و برای شهروندان 750 سومانی نرخ‌گذاری شدند. یک عائله برای مثال 2 دانشجو و 3 خواننده مکتب دارد. یک جای با والدین باید برای خریدن چپته ها سالانه 3440 سومانی خرج کند. این خیلی گران است. رحمت و زوریا از همه طرفداران این پیشنهاد دعوت کرده است که پشتیبانی خود را با گذاشتن خشتگ نقلیات برای خوانندگان مکتب بیپول نمایش دهند. الکی در ساعت‌های اول نشر مراجعتنامه صدها کاربر به نشان پشتیبانی زیر آن لایک و شرح و خشتگ گذاشتند. یادآور می‌شویم از 10 نوامبر راهکارهای نقلیات جمعیتی در شهر دوشنبه یک باره به حدی از 50 تا 60% بالا برده شد. بسیاری از ساکنان پایتخت تاجیکستان تعریف‌های نو رو در اتوبوس و ترالبوس‌ها و مارشروت‌های دوشنبه را میان شکن مینامند.